باقر صدر که مغز متفکر اسلامی بود و امید این بود که اسلام از او بهره برداری های زیادتری بکند و من امیدوارم که کتاب های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد و ان شاء الله خداوند تعالی او را با اجداد بزرگش محشور فرماید و خواهر بزرگوار مظلومه او را هم با جده‌اش محشور کند. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. مرحوم سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه و قدس الله نفسه و زکیه بسیار اهل تفکر و فکر بودند، تا جایی که معروفه از ایشان سوال میکنم شما در روز چقدر درس میخوانید؟ ایشان در جواب میگوید که اگر منظورتان از درس خواندن کتاب خواندن باشد یک مقدار کمی، لکن اگر مرادتان از درس خواندن تفکر کردن باشد من دائم در حال تفکر کردن هستم. خب این خیلی مهمه. این تفکر است که علمای بزرگ را پرورش داده و در سالیان متمادی موجب شده که فقه شیعه هیچ وقت توقف نکند و همچنان گویایی خودش را حفظ کند. خب شما این را خواندید و شنیدید زمانی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بودند بسیار آرای دقیق و عمیقی داشتند، تا جایی که بعد از ایشان تا 100 سال کسی نتوانست حرف جدیدی بزند در فقه. هرچه میگفتن استناد به شیخ طوسی بود که مرحوم شیخ این چنین گفته و نظر نهایی رو شیخ میداد. این دوره بود که رکود مباحث فقهی در بین شیعیان بود، لکن بعد از آن که ابن ادریس آمد صاحب کتاب سرائر توانست حرف نوعی بزند و به سبب تفکر عمیقی که داشت توانست در مقابل شیخ بایستد و آرای شیخ رو نقد کند. خیلی بس مهمه. این تفکره که موجب میشه حوزه های علمیه، مراکز علمی، دانشگاه ها، مدارس رشد کنند. اگر ما تفکر رو از جامعه علمی بگیریم می شود پوسته بدون مغز، درونی ندارد. اگر قرار باشد حرف نوعی زده بشود، اگر قرار باشد نظر جدیدی ارائه بشود، باید تفکر باشه. بدون تفکر محاله. تفکر چیست؟ ملا هادی سبزواری در منظومه یه بیانی داره. ایشان بسیار عالم بزرگ و عمیقی بوده که انشالله سعی کنیم برای مرحوم ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه نیز همچین جلساتی بگیریم و ایشان رو معرفی کنیم. ایشان در قسمت منطق منظومه میفرماید الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی. تعریف فکر رو به نظم در آورده. فکر یعنی حرکت کردن به سمت مبادی. مبادی یا تصوریه است یا تصدیقیه، عزیزان مطلع هستن. و از مبادی به سمت مراد آمدن. یک حرکت این چنینی که از مبادی شروع می شود به سمت مراد، به این گفته می شود تفکر.
این تفکر باید حفظ بشه، مرام تفکر نباید از بین بره. همین تفکر موجب شد که شهید صدر رضوان الله علیه تبدیل به نابغه زمان بشه. شما نگاه کنید در آثار ایشان چقدر از مباحث علمیشان را بر اساس همین تفکر و فکر دارد جلو میبرد. میخواد حرف نوعی بزنه، میخواد مطلب تکراری ارائه نده. خب این نبوغه. نبوغ به چی میگن؟ نبوغ یعنی این که شخص بتواند به سبب اون ادله و اون مبادی و مبانی حرف جدیدی ارائه بدهد. خب همین رو ما در سیره علمی سید محمد باقر صدر مشاهده میکنیم. پس آنچه که بسیار پررنگ است در زندگی علمی و سیره ایشان تفکر کردن است. تفکر را قدر بدانیم و همچنان اهل تفکر باشیم. خب شنیدید مرحوم امام نسبت به شهید صدر چه میگوید؟ میگوید ایشان نابغه زمان بود. سید محمد باقر صدر امیدش میرود که آینده اسلام را زنده کند. تو این مضمون به تعبیری امید آینده اسلام بود. چی موجب می شود که مرحوم امام این رو بگوید؟ خب دیده بود شهید صدر رو در نجف ملاقات کرده بود، همدیگر رو میشناختن، هم شهید صدر امام رو میشناخت و هم امام شهید صدر رو میشناخت. این تفکر شهید صدر بود که امام داره نسبت به ایشان چنین مضامین بالایی رو اشاره میکنه. انشاءالله که در مسیر تفکر علم باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.